دوستان عزیز السلام علیکم. از آن گروه هنگرو باغ امروز 22 مارت سال 2026 و امروز من قرار دارم در ناحیه قبادیان و باغ بنیاد کرده استم. هم باغ مادری هم تک پیوند. خلاصی گپ همینجا باید پلانتاسیون کنیم. همینجا باید پلانتاسیون کنیم. پلانتاسیون نهال‌های بهترین و با خارج کشور دیگر نرویم و همه رو در همینجا خودمون پرورش کنیم. و برای این من مادری یک باغ سیب پینکلید روزی گلاب کردیم. من این پینکلید روزی گلاب است. اون طرفش شفتالو هست، آلو هست و بعد دونه پرتافتیم. اینجا دونه های مختلف هر نمود دونه ها پرتافتیم. از اون جمله دونه بادام، دونه چهارمغز و نگفته نموند که اینجا پری روبو هست. روبو همش رو برد. خیلی کن یاد میگیریم. چهارمغز رو خورد، دونه زردالو رو خورد، دونه شفتالو رو خورد، بادام تلخک رو خورد و بعضش رو موند. من این بادام تلخک برآمد. این بادام است هر جا برآمده است. ببینید هر جا برآمده است. با ما دونه میپرتیم. اگه میبینیم که دونه ما میبراید یا نه. در اینجا یک 10 تا زنک، یک 15 تا مردک، مردها و زنها کار کرده ایستادن. زنها خیشابه دارن، خیلی تازه کرده ایستادن. مردها درخت شنونده ایستادن. حاضر نشون میدم چی درخت است. اینجا ما باز دانه های همه گونه مختلف هرچی پرتافتیم. چخیلی که گفتم روباه خورد. من هیچ نیست. زمین سرخ است. هر یک تا زردالو برآمدگی است. یک تا نیم تا روباه میخورد است همش رو. خیلی یاد میگیریم. آینده دیگر خیلی کنیم. یا روباه رو زده میکشیم یا یگان شرط دیگر کار دیگر میکنیم. روباه یک تا نیست. اینجا روباه 20 تا 30 تا روباه بوده است. من همینجا هیچی نبرآمد. همه را روباه خورد. چهارمغزهای کارلکوی بسیار قیمت خریدیم، شنوندیم، گفتیم در همین تاجیکستان بسیار شود که روباه یگان تا نمانده همه را خورد. انا این توت شنوندیم. من توت آوردم، هیچ که خریداری نکرد. این توت ها رو اکنون پیوند میکنم خودم شنونده و بعد قیمت میفروشیم. ارزان هیچ کس نخرید. تحلیل نشان داد که چقدر قیمت کنید آنقدر بسیار میخرن. ارزان کنید اگر نمیخرن. ببینید این توت است. اینجا حال چهارمغز پیکنی به پیوند میشونیم برای سال آینده و باز تک پیوند های سیب و نوک میشنونیم. خلاصی گپ انم خیلی کارها در پیش رفته. یک لایک مونید به کسی معقول شده باشد بهترین میشود.